حکیمی با نگاه کردن به قدم‌های یک مرد توانست آینده اش را پیش بینی کند. اما راز او در چی بود؟ روزی پردی نزد حکیمی رفت و از او پرسید از این شهر تا به آن شهر چقدر راه است؟ حکیم فقط گفت راه برو. مرد دوباره سوالش را تکرار کرد و حکیم دوباره گفت راه برو. مرد که چیزی نفهمیده بود بالاخره شروع به حرکت کردن کرد. حکیم چند لحظه به قدم‌های او نگاه کرد و بعد صدایش زد. حدود 2.5 ساعت راه است. مرد با تعجب پرسید اگر جواب را میدانستی چرا از اول نگفتی؟ حکیم لبخندی زد و گفت تا وقتی حرکت نکرده بودی از کجا میدانستم با کدام سرعت راه میری؟ موفقیت زمان مشخص ندارد، سرعت قدم های تو دارد. پس کمتر بپرس کی میرسم و بیشتر بپرس امروز چه مقدار حرکت کردم. اگر از این قبیل ویدیوها دوست داشتین پس صفحه ما را فالو کنین، لایک کنین و نظر بدین، چون این بزرگترین دلگرمی برای ماست برای ساخت ویدیوهای بیشتر و بیشتر.